توی استوری با مارتیفور کل میزنمت بارت میکنم بعد خوردیزه میخوام مردم وقت. آره داداش اگه با این تجربه باشم اولی فیس آف خودم میزدمش. به نظر اونو پرت میتونی بکنی؟ 100%. دوربین رو از بالا گرفته بودن. وقتی شما یکی رو از بالا بگیری اون طرف کوچیک میشه. اون که بلندتره خیلی حجم و بزرگتر دیده میشه. میزدیش. من فیس آف نمیخورم مطمئن باش. یه کاری میکردم که ولی من خوشحال بشم. زمانی که 120 کیلو شدم، زمانی که رفتم رو حریف انگلیسی 103 کیلو بودم. در بهترین حالتی که میتونم خودم رو مثال بزنم جنازه، یعنی یه جنازه رفته بود روبرو فیس تو فیس. من چیزی که دیدم اولین بار بود توی اصلا عمرم چنین چیزی ندیدم. من 103 خورده کیلو بودم. هیچ وقت یادم نمیره. گفتم ترازو اشتباهه. توی 2-3 ترازو خودم رو تست کردم. گفتم مگه میشه من جنازم 103 کیلو تا حالا نبوده. من بلوغم 105 کیلو بودم. ولی اونجا 103 کیلو بودم. اصلا انگار همه چی اتفاق افتاده بود که یه ورژن ضعیف تو دو به انگار از خودش نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود.